لگوری دستور ایرانی ریبر ایرانی کسی یکم یه سیاسی و اداری والیت که نها پرانی هنگ بحثر هیا و دخوازن ریبر نو دیار بکن امینه که بحث دستلاتی وی بکن بند 107 یا دستور دیار دیگه که ریبر جالی جواتا پسپوران انکو مجلس خوبرگان و دی دست نشان کرن و دوی دنگ دول سرسه اندامین و مجلسه انکو وی جواتی ور بگره هر وها بند 111 یا دستور ایرانی جه هیا که ریکارین قناها پشتی ریبر دیار دیگه و دی بیجه در روشا مرن استفا یانجی دورخستنا ریبر دا حتی دماغ بجارتن یا ریبر نو جواتا که دمکی کج سرو کمار سرو که سازیا داده و اندامه که جواتا پاراستنا دستوری همو ارکین ریبریه دمشینن لی ایران امه ارکاد ریبر چیه دستلات نوی لگوری دستورا ایران ریبر در ریبرنا ولاتا خودی دستلات هری بلنده لگوری بنده 110 ارک و دستلات نوی ین سرکه وهانن سیاست و گشتی یا ایران یا نافخه و در و دیار دکه و چاپدریا جبجیکنا وان دکه فرماندار گشتی یه هزا چک داره دستلات وی حیکو بریارا رفراندوم بده هروها بریارا راگهاندنا شر و آگربست جیده دست ریبر داید دستلات قانوندانی ریبر برن دادوری دبن کنترول ریبر داید پرسکریک اون ناکوکین دنابرا سه سازین سرگه ین ریبرنه یا سادانی و دادوری داجی چاره سر دکه فرمانا دست بکرنا کار یا سر و کمار دردخه و دکاره وی جکار جی دور بخه هروها سروک سازیا داده دستیشان دکه دستلات وی هی همو فرماندارین لشکری دستیشان بکه یان جی جکار درخیله دوی اندام این جواتا پاراستنا دستوری انکو شورای نخبگان هل بجیره سروک سازیا رادیو تلویزیونی جی ریبر دیار دکه سروک و اندام این جواتا دیار کنا برجواندی سیستم دستنشان دکه برپرسین سازین وکی اوقاف حج و زیارت چاند و سازین شهیدان هل بجیره سروک و ریبرین 16 سازین اولی آبوری و چاندی ریبر دیار دکه دوار آبوری ده خودی دستلاته که برفره لسر سازین سرکه او دکاره بریارا افیا گشتی جبو گرتیانجی درخینه یعنی همو تشتک لدست ریبر دایه لی ایران لگوری دستورا بنگهی ناوی والاتی هلبت